خب آیدی جان خیلی خوش آمدین. نوش جانت. همچنین دوستای عزیز خیلی خوش آمدین، خیلی خوش آمدین. خب نظرتون راجع به منتو، کباب گوشت، قابلی، کلا غذای افغانی ان شاء الله تونسته باشیم ادب و رعایت کرده باشیم. میزبانی ما افغانستانی‌ها و توت مزار در خدمت. اول اینکه بگم که میزبانی که اصلا قابل گفتن نیست، دست گل درد نکنه، بسیار آدمای خوب، مهربون، دوست داشتنی و شما از روی این بشقابا میتونی متوجه بشی که غذا چجوری بوده دیگه. آره دیگه آقا زیادم نشون نده، خیلی ترکیده است. آره ولی اینو جدی دارم میگم، یه بارم توضیح دادم، ما تو ترکیه تست کرده بودیم، خیلی دنبال غذا بودیم. یاسین عزیز که برای مستند اومدیم مشهد، یهو کلامی متوجه شدیم که در مشهد هست این غذا. یاسین ما رو آورد و شما فکر کن ما با فاصله خیلی طولانی اومدیم اینجا، تو مشهد یه جا داریم مستند ضبط می‌کنیم، برای این غذا اومدیم اینجا. یعنی ما دوره بعد 1 ساعت رو برگردیم بریم سر لوکیشن. و شما فکر کن چقدر ما این غذا رو دوست داریم و باز این خوشمزه تر از اون غذایی بود که ما تو ترکیه خوردیم. دست گلت هم درد نکنه. خب کجا بیام بچه؟ یه بار آدرس بده. مشهد، گلشهر، شفیع 32، رستوران توت مزار، متعلق به آیدین زباریان. فدات بشم قربونت برم. عشق منی 10% تخفیف میدی. خیلی خوش.